سلام. توی ویدیو خواهم معرفی پریز فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی تاریخچه و قسمت‌های مختلف دانشگاه پردازم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و در پایان نظرتون حتما بهم بگید. پیشین دانشگاه به سال 49 و قبل از انقلاب برمیگرده و در اون زمان مجتمع آموزشی نام داشت. مجتمع آموزشی شهید عباسپور توسعه کیفی فعالیت‌های آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی در سال 70 به دانشگاه و بعد از اونم در سال 84 به دانشگاه صنعت آبرق ارتقا پیدا کرد. همکنون هم دانشگاه صنعت آبرق به عنوان عالی‌ترین مرکز آموزش مورد نیاز صنعت آبرق دوره آموزشی کارشناسی یا تحصیل تکمیلی و نیز دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی ارائه می‌کنه. البته بحث اتمام دانشگاه حتما جلوتر می‌پردازم و امیدوارم که تا این ویدیو با هم همراه باشید. در سال 87 همین دانشگاه تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفت و از اون به بعد هم وزارت علوم طرح قسمت‌های معاونت آموزشی تخصصیش پشتیبانی کرد. این دانشگاه با داشتن 120 نفر هیئت علمی و بیشتر از 100 آزمایشگاه و لابراتوار پشتیبان اصلی از صنایع نیروگاهی برق، آب و فاضلاب ایران هستش. در مورد دوره‌های کارشناسی دانشگاه بگم که تمام دانشجویان رشته کارشناسی دانشگاه همانند سایر دانشگاه دولتی و دادگستری سراسری پذیرفته میشن. مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران دو تا گرایش عمران یا همون آب فاضلاب، عمران و مهندسی کامپیوتر هم در گرایش‌های نرم افزار و سخت افزار رشته هستن که این دانشگاه وجود داره. تو سال 90 هم عنوان رشته‌ها تغییر کرد. این دانشگاه همچنین در دوره‌های کارشناسی ارشد دکترا و در زیرشاخه‌های مکانیک و برق و عمران و اقتصاد، البته برای اقتصاد تنها برای کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیره. از امکانات این دانشگاه ما بگم که به دو قسمت عمده آموزشی و ورزشی اشتراک کرد. امکانات آموزشی این دانشگاه همچنین کارگاه‌های تخصصی و آزمایشگاه هستش. 110 کارگاه در این دانشگاه وجود داره. همچنین 59 واحد تخصصی در این دانشگاه فعالیت می‌کنه. بیشتر آزمایشگاه‌های دانشگاه جزو آزمایشگاه‌های مرجع تخصصی صنعت آبرق ایران هستش و دارای قابلیت تست کلی، کنترل سیمولاتورها و توربین‌ها و ترانسفورماتورهای توزیع هستش. کلاس‌های دانشگاه منحصر به ویدیو کنفرانس هست. اما امکانات ورزشی این دانشگاه هم خیلی فراوان هستش. همچنین زمین چمن فوتبال، سالن ورزشی سرپوشیده فوتسال و کشتی، زمین چمن مصنوعی در خوابگاه، سالن بدنسازی و استخر روباز. این پارت اول این ویدیو بودش و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و میخواستم اینو بگم که تو ویدیو بعدی هم به دانشکده‌ها و قسمت‌های دیگه دانشگاه می‌پردازم. خیلی ممنون. خداحافظ.